من امروز میخوام توی یکی از غارایی که تو جنگل پشت سرمه یه دونه اتاق گیمینگ درست کنم و توش کمپ کنم. فقط یه مشکلی هست، وارد شدن به غارایی که اینجا هست کاملا ممنوعه و همه جا هم پر از سکیوریتیه. ولی این قرار نیست جلومونو بگیره، چون اتاقمون کاملا قراره مخفی باشه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که بهترین مسیر به غارایی که اونجا هست رو پیدا کنیم، بهترین غاری که از بین اونا میتونیم توش اتاق مخفی گیمینگمون رو بسازیم و انتخاب کنیم. سگان داره با میاد. مشتی چطوری مشتی؟ دفعه قبلی که می‌خواستیم وارد اون غارای اونجا بشیم، بعد از روی این پل رد می‌شدیم. برو خیلی نزدیک هم نباشیم و میافته و خیلی ترسناکه. این شکسته حاجی. برای همین دارم دنبال این راهی میگردم که بتونیم به همون غارا برسیم بدون اینکه مجبور باشیم که از روی این پل رد شیم. مشکلی که هست اینه که ما باید یه راهی پیدا کنیم که از رودخونه رد شیم. راه نداره. داداش چی می‌خوای؟ این رودخونه هست. تو رد شو ببینم بلدی؟ ها؟ زبون سگا رو میفهمی؟ از این رودخونه‌ای که مگه عروس سنگا مثلا تهش خودمون بتونیم رد شیم. وسایل نمیتونیم ببریم. فکر کنم تنها راهش همون پل است. دیگه داشتیم برمیگشتیم سمت همون پل خطرناک که از روش رد شیم تا اینکه حاجی ماشین سکیوریتی بچه‌ها همین الان رد شد. آروم بیاید فقط بچه‌ها. باشه داداش. وای بابا این هنوز چیکار نکن ندو حیوان. وای خره حاجی. نکن کی داره این کارو میکنه؟ من کاری نکردم. خیلی داره میلرزه بچه. این اگه مشاهده میکنین تو تصویری قر شده زمینش ده جا شکسته. داشتیم وزن ما رو که تحمل نمی‌کنی هیچ فکر نکنم وزن وسایلم تحمل هر چقدر سریعتر رد شیم بهتره. برو سید برو. یه چیزی تق صدا داد. دارم فکر میکنم وسایل ما چجوری باید اینجا رد کنیم. سری قبلی که من اینجا بودم روی اون صخره‌ای که اون بالا سر ویدیو بودیم برگشتن من خرس دیدم حقیقتا. هیچ میگم خرسم صدای خرسم. با خرس چیه؟ من خودم کرجیم. بچه رسیدیم دم غارا. الان اینجاییم. یواش نمیری. الان بین این غارا باید بریم انتخاب کنیم، همشو چک کنیم ببینیم تو کدوم بهتر میشه. هدف این ویدیو گیم زدن همزمان با لذت بردن از طبیعته که فکر میکنم هیچ جایی براش از این بهتر نیست. حتی فکر کنم بالاترش هم هست آجی. راه داره. بذار بریم بالا ببینیم بیا راه داره. رهن کامل خرس اون بالا. داش اگه حساب کنی تا نوک قله راه داره. سگه بامون اومد. شوخی داری میکنی؟ خودش چجوری تا اینجا اومد آجی؟ داداش یه غار دنج هم اینجا داره بچه‌ها. حتی پایینش هم راه داره. بیا تو این غاره رو بریم ببینیم چی. فقط مشغولی. من احساس میکنم برای حیواناست. مثلا خرس نتونه بیاد تو این غار خونه بسازه. ربطی داره. داش بغلش رد میشه. خر نیستش. خرس نمیبینی. سطح آیکیو خرس سوال بردی. ویو اینجا رو حاجی. همینجا اتاق گیمینگمون رو برپا کنیم. بهترین جا همینه به نظرتون؟ منم همین حسی دارم. یواش وقتش بود که بریم وسایل رو از توی ماشین بیاریم. من مشتی واقعا مشتیه ها این سری. ولی تصمیم گرفتیم قبلش یه نگاهی به غارای دیگه هم برای ساخت اتاق گیمینگمون بندازیم. بیاید. چه باحاله ولی. پشمام. که تونستیم غارای خیلی مخفی‌تر و دنج‌تری هم برای ساخت اتاق گیمینگمون پیدا کنیم. بریم وسایل رو بیاریم. حاجی خیلی باله، میره جلوتر میشینه تا من بیام بعد میره. اون دیگه همزاد پنداری داری میکنی با سگه. ناکو میره وای میسه اینجا، من میام دوباره حرکت میکنم. پشمام. فکر کنم این میخواد ما رو ببره اتاق گیمینگ خودش نشون بده. بچا شاید براتون سوال پیش بیاد که اونجا برق ما توی غار از کجا میخوایم تامین کنیم. بعد بهتون بگم که برای این ویدیو من رفتم ژنراتور موتور برق گرفتم. جارو واسه چی؟ غار رو تمیز کنیم قبل از این. بده من داداش. جارو رو هم بیاریم. جارو الان برای چی بیاریم؟ غار رو تمیز کنیم. من یه مانیتور زدم زیر بغلم، یه کیف که توش کیبورد موس و نمیدونم سیم میما و این چیزاست، یه کیف هم که توش تخت و این چیزاست. جارو هم بیاریم که اونجا رو تمیز کنیم. بیاید بریم. تخت با خودش آورده. داش تو بشین راحت باش. کیس و لپتاپ رو بیاریم، لپتاپ بیاریم، تلویزیون رو بیاریم. این وسایلی که تو میخوای ببری اونجا دیگه کم کم اجاره اونجا رو هم بدی یا قرار خفن ترین اتاق گیمینگ ایران رو با مشتی بسازیم. چاکر داداش. ولی بالا رفتن از کوه با همه این آیتما و دست پر سخت‌تر از چیزی بود که فکرشو می‌کردم. فقط نگران این تیکن سنگ یه ذره لیزه و توی مسیر نمیتونستم درست تعادل خودمو نگه دارم. پام خورد تو صورتش. بی برده شرمنده‌ام. که بالاخره با کلی خستگی رسیدیم به همون غاری که انتخاب کرده بودیم. اولین ست وسایل رو آوردیم. یه مانیتورمون علاوه بر کیفه، جارو رو بده. برو بریم برای اول از همه تمیز کردن این غاره حاجی. همه خرت و پرتا رو بریزیم این تو. درست جارو بزن. اون نخوردی مگه؟ گلوله صابون سازی نه؟
هرچی آتشغال و خاک و اینا داره رو اینجا بچه الان تخلیه می‌کنیم می‌ریزیم اون تو. میشه یه اتاق ترتمیز گیمینگ واقعا. بعد از حدود یه ربع جارو زدن همه طرف این غار، دیگه غارمون برای چیدن وسایل آماده بود. مثبت داریم، کنترل تلویزیون، یه دونه سراحی داریم اینجا، نور RGB، سشوار. بچه‌ها یه تخت داریم اینجا، تخت بادیه، با سشوار بادش میکنیم میندازیمش این گوشه. الان وقتشه که بریم بقیه وسایلم بیاریم، بچینیم و شروع کنیم به دیزاین اتاق گیمینگ. و همین لحظه بود که دیدیم یه ماشین سکیوریتی اون پایین چند بار داره دور میزنه. کل پروژه با شکست مواجه میشه اگه دیده باشه. گیمینگ تو زندانه. کم اتاق گیمینگ تو زندانه. رفت بازم تو این تایم هم سکیوریتی میچرخه. بریم سریع تا پیدامون نکردن وسایل دیگه رو بیاریم. وارد شدن به محوطه این غارا کلا ممنوع، ولی این قضیه ممنوع بودن نمیتونه جلوی منو از گیم زدن توی همچین فضایی بگیره. حتی جلوی تو رو میتونه از زندگی تو ترکیه بگیره. ماشین سکیوریتی همین خیابونه اینجا رد شد. با کلی استرس پلو رد کردیم و سمت ماشین رفتیم. یه تلویزیون داریم اینجا، کیس رو باید ببریم الان. با این شیشه‌ش رو بپا. منم تلویزیون رو زدم زیر بغلم و حرکت کردیم به سمت غارا. روی پل به تنها چیزی که فکر می‌کردم این بود که تلویزیون به جای نخوره. چه صدای بدی میده این دفعه. همین الان دیدم پاتو رو هر کدوم از این آهنا که میذاری خم میشه میاد بالا دوباره. ناموسن؟ آره. ولی هم بالا بردن تلویزیون از کوه برای من خیلی سخت بود. خب این سنگه بچه‌ها خیلی لیزه. و هم بالا بردن کیس با 2 تا دست پر برای اصلا. دنبال جای مناسب برای تلویزیون می‌گردم. نفسم بالا نمیاد. برو بریم که وسایلو بچینیم. یه زیراندازمونه. زیراندازو همینجا. بعد از انداختن فرش برای اتاق گیمینگمون، تلویزیونو چجوری بچینیم؟ همونجا جاش خوبه. بابت آن تلفنش. نندازی تلویزیون رو نندازی. این از تلویزیونمون احساس می‌کنم کارتون خوابی مدرن بیشتر. به این از لپتاپ گیمینگ. آقا لپتاپمون می‌ذاریم اینجا. الان میایم می‌بینیم خرسش نشسته اینجا داره فورتنایت بازی می‌کنه. آقا این از مثبتمون نور RGB هم می‌ذاریم اینجا خوشگل میشه. هدست، چیز دانگل اینترنت. دانگل وای فای برای چی آوردی؟ احمد. کابل لن هم آورده داداش. کیبورد، این از مانیتور. الان وقت وصل کردن همه اینا به هم. به چه وقت؟ ژنراتور رو یادمون رفت بیاریم. موتور برق. یه مقدار سنگینه فقط این. خیلی بیشتر یه مقدار. اوها، هورا. برو بریم. و دیگه الان وقت انجام دادن سخت ترین کار کل این ویدیو. ولی بیشترین قسمتی که ازش استرس داشتم رد کردنش از همین پل بود که وزن خودمون رو به زور تحمل میکرد. میخواد من باهاتون نیام اول برید؟ ولی الان تازه نوبت سخت ترین قسمتش بود. کوه نوردی با موتور برق 70 کیلویی. آره بچه‌ها دهنم داره سرویس. دهنمون داره سرویس. و دوباره بلندش کردیم و بالاخره با کلی دردسر تونستیم برسونیمش تا دم غار. اومدش مشتی. اومد؟ آره. ولی اینجا بود که به این نتیجه رسیدیم که تا غار بالا نمیتونیم ببریمش. نه حاجی بالا بهتره. حیفه. بالاییه از بیرون معلومه، اینا معلوم نیست. همون دیگه مخفی. هر چقدر نور و پورم روشن کنی معلوم نیستش. داستانا نمیشه. و مجبوریم یکی از مخفی ترین غارای همین پایین رو انتخاب کنیم. بچه این قاری بود که فروختیم، یکم گذاشتیم روش رفتیم این قار پایین رو گرفتیم. اینجا نورگیر نداره ولی متراژش بالاتره. آقا خیلی خوش اومد، این قار خودتونه. تلویزیون بذار اون ته. و الان نوبت چیدن وسایل از اول توی غار جدید بود. الان من فهمیدم. حیوان، من قار بالا رو تمیز کردم. الکی من آوردی تو وسط جنگل یه قار تمیز کردم. تو زندگیت قار تمیز نکرده بودی. الان مجبوری قارم تمیز کنی بعد اونجا ترک کنی. خب بچه نور داریم. یه سراحی الان تو اینجا مرز داره. مرز آذربایجانه حالا. لازم جنراتور رو آخر روشن کنیم. این از وبکم. ولی قبلش تصمیم گرفتم که تخت بادیمون رو باد کنیم. ولی اونجوری که فکرشو میکردم پیش نرفت. باید کی میمیری داداش؟ تقریبا مثل اینکه با چنگال بخوای آب حوض رو مثلا بخوری. بده. پشمام بادش کرد، بدون برق بادش کرد. تخت بادی اتاق گیمینگمون کاملا برای استفاده آماده بود. ولی اینجا بود که یکی از بدترین اتفاقایی که میتونست برای این ویدیو بیفته افتاد. مانیتور رو گذاشته بودیم اینجا که تپ با صورت میفته زمین. نو بود نه؟ نو بود و نمیدونم اصلا قرار روشن شه یا نه.
چرا خاموش شد؟ بگاه رفته یه بار دیگه. شت بنزین؟ یه نگاه کن بنزین داره؟ یه چوسه داره ولی خب چرا خاموش میشه موتور برقم؟ چرا؟ الان اون وا کردیم کار کرد همه چی خوب بود. چوسه قطره توشه نگاه تهشه یعنی نون بکشی تموم شده. آره راست میگی بنزین نداره. بچه من تنهایی باید برم از تو ماشین بنزین بیارم. kaldırılması gerekmektedir. İlanımdır. از سکیوریتی تو بلنگو یه چیزی گفتن تو کل جنگل پیچی نفهمیدم چی گفت ولی امیدوارم که مربوط به ما نباشه. چه بنزین رو ببریم فقط باید بذاریمش توی پلاستیکی چیزی. دبه بنزین رو گذاشتم کنار فلاسک چایی و جعبه اولویه و با خودم آوردمش بالای جنگل. حاجی با باباها میرفتی 13 به در میبردتون تو بیابون به دور از انسان. قشنگ حکم اونو دادی. و بعد از اینکه اصلا 2 لیتر بنزین ریخت توی موتور برق دیگه وقت روشن کردنش بود. کار کرد. شیت حاجی یه مانیتور سوخت دادیم و بقیهش کار میکنه الان. آقا تلویزیون انشالله که روشن میشه. و هر کاری که تونستم برای روشن کردن مانیتور کردم ولی کیس روشن شد. تلویزیونم فقط نمیدونم چرا نو سیگناله. خیلی خوب اینم از لپتاپ همه چی کار کرد بجز و همین که داشتم سعی می‌کردم تلویزیون رو به اینترنت گوشیم وصل کنم فهمیدم که داداش از اون داره بنزین می‌خوره. آره موتور برقمون نشتی بنزین خیلی زیادی داشت دهن تو که میتونست کل جنگل رو همونجا آتیش بزنه. کلی بنزین ریخت. اینجا داره بنزین می‌خوره. آره ببین اون چیزش که بستگی داره. نشی داشت اصلا. نشتی داشت حاجی. آره. کلی بنزین چکیده ازش. لازم کل جنگل آتیش بزنه. جنگل به کیرت خودمون به گام دم در قارن گذاشتین امروز میام بیرون. مانیتور که دیگه روشن نمیشه. مانیتور رو از دست دادیم و الان باید یه جور اینجا رو مخفیش کنیم. و برای مخفی کردن این اتاق گیمینگمون که سکیوریتی ها پیدامون نکنن یه ایده خیلی جالبی داشتم. اینم از این خار مادر مخفی حاجی. آره حاجی اینا هم که اصلا ولش کنه. ژنراتور برق دم دره نمیکنه. گیمینگ ما در غار خوش اومدی. ولی خدایی جای دنجیه. آقا بشینیم. تلویزیونم که به دردمون نمیخوره چون PS5 با تو ماشین جا گذاشت. فقط لپتاپ گیمینگ داریم الان. یه دست چی باربون بود همون اول لپتاپو می آورد. تو می‌بینی که ما تلاشمون رو کردیم داداش. خوبیش اینه چای اولویه داریم. به نظر تا رسیدن به بهترین اتاق گیمینگ ایران چقدر فاصله داره اینجا. آره حاجی خوبم داشته باشیم دیگه هنوزم احتمالش هست هر لحظه دم در آتیش بگیره ما تو اینجا حبس بشیم و صابون بشیم. قشنگ پرده‌ام گذاشتیم نمیداره که سوخت همینجا بمیریم. ولی همونجوری که میدونید پسرا توی خطرناکترین و بدترین شرایط دنیا چیکار میکنن؟ لپتاپ بده یه مچ وارزون بزنیم. بچه‌ها هدف این ویدیو این بود که من بتونم توی دل طبیعت هم گیم بزنم هم از جنگل و طبیعت لذت ببرم. با بدبختی اینجا با سوخت دادن یه مانیتور رو تو این میشه یه ذره گیم زد ولی از طبیعت